باورت نمیشه با این روشی که من میگم چقدر ساده میتونی رول ژامبون سوخاری درست کنی. خیلی سال پیش من توی کارگاه کیک پزی خونگی کار میکردم. صاحب کارگاه هم از آشناها بود. کار منم این بود که کیک رو آماده کنم و برش بدم تا صاحب کارگاه بیاد فیلینگ و خامه کشی و دیزاینش رو انجام بده. توی یکی از این روزا برگشت به من گفت که فاطمه یه کیک وانیلی آماده کن. کیک رو زدم و اینا، یهو اومد گفت که فیلینگش رو تو بزن. گفتم من بزنم؟ بلد نیستم. گفت بیا من بهت یاد میدم. یادم داد چطوری فیلینگ بزنم، کلی هم توضیح داد و اینا. تموم که شد بعدیم خامه رو بزنیم، یه رنگ ویولت خوشگلم زدیم به خامه و خاممون آماده شد. موقع خامه کشی که شد گفت تو بیا انجام بده. بعد گفتم من که این کارا رو انجام نمیدم، بلد نیستم. اونم یادم داد انجام دادم. این 0 تا 100 کیک با من بود، همه کاراشو انجام دادم. تموم شد. موقع دیزاین کیک که رسید، گرونترین شکلاتایی که از فروشگاه رضایی خریده بود و در آورد با اون اسپرینکل خارجی ها که روی کیک میریزن. با هم دیگه دیزاینش کردیم کیک رو. این موادم تو کپشن میگم دیگه نیاز نیست که از تخم مرغ استفاده کنید برای چسبندگی به پودر سرخاری. ببینید موقعی که به کیک نگاه میکردم یه احساس غرور و افتخاری بهم دست داده بود که من این کیک رو برای اولین بار خودم 0 تا 100ش رو انجام دادم. بعد بهش گفتم این کیک برای کیه؟ یهو پرکش گفت برش دار، مال توه، کیک توه، تو درستش کردی. این لحظه من میگی این کیک برای منه؟ گفت آره مال توه، برش دار. اون انگیزه‌ای که بهم داد، اون احساس قشنگی که بهم داد اون روز رو من نمیتونم با هیچ حسی توصیف کنم. حالا اینا رو گفتم که به چی برسم؟ وقتی میبینید یکی انگیزه و اراده و استعداد یه چیزی رو داره، ساده ازش رد نشید. مثل همین دوست عزیزم اسما که الانم کافه خودشو داره، بیزنس موفق خودشو داره. حمایت کنید از اون کسی که میشناسید. خدا رو چه دیدی شاید یه روزی اونم بیزنس خودشو زد و دست یکی دیگر رو گرفت. مثل اسما که بی تفاوت از کنار من رد نشد و باعث شد که من اولین انگیزم رو برای شروع کار بگیرم، از آدم ها ساده رد نشد. آخرش که رول ژامبونو حالا 2 بار 3 بار بستگی به ذائقه خودتون چقدر دوست دارید روش رو پودر بگیره این کاور کردید، یه اینطوری میکنید که قشنگ مواد اضافه از روش بره، تمیز و سر صافش میکنید و تو روغن قوطه ورش میکنید. یعنی دیگو پر میکنید و تو روغن زیاد سرخش میکنید. نوش جان.